نامه سیوم یوحنا باب 1. از راهبر جماعت ایمانداران بغایوس عزیز که در راستی او را دوست می دارم. دوست عزیزم، من دعا می کنم که از هر جهت رواج و رونق یابی و صحت و سلامت باشی، چنانه که دل و جانت رونق می یابد. وقتی که چند برادران آمده به من شهادت دادند که تو براستی با وفا هستی و در راه راستی می روی، من به نهایت خرسند شدم. از شنیدن آنکه فرزندان من در راه راستی می روند برایم خرسندی بزرگتر نیست. دوستی عزیز، تو نسبت به ایمانداران، حتی ایماندارانی برایت ناشناس، وفادارانه رفتار میکنی. این برادران و خواهران درباره محبت تو در پیش جماعت ایمانداران شهادت دادند. کاری خوب میکنی اگر آنها را طور به سفرشان گسیل نمایی که عزت خدا را بجا می آورد، چونکه آنها از برای نام او به سفر برآمده اند و از بی ایمانان چیزی قبول نکردند. بنابراین ما باید چنین آدمان را تأمین نماییم تا که در راه راستی همکار شویم. من درباره این به جماعت ایمانداران نوشته بودم، اما همان دیوتریفیس که راهبری کردن را دوست می دارد گپ ما را در زمین ماند. پس در صورت آمدنم من کارهای او را و سخنان زشتش را که بر ضد ما می گوید بر روی آب می برارم. با او این کارهایش هم کم است که باز از قبول کردن برادران و خواهران روی می گرداند. او به دیگران نیست که قبول کردن می خواهند راه نمی دهد، حتی آنها را از جماعت ایمانداران بیرون می کند. دوستی عزیزم، رفتار خوب را تقلید کن و نه رفتار بد را، زیرا هر کی خوبی می کند از جانب خدا است، اما هر کسی که بدی می کند خدا را ندیده است. انا دیمیتریوس را همه تعریف می کنند، حتی خود راستی این را تصدیق می کند. ما هم درباره او شهادت می دهیم و تو می دانی که شهادت ما راست است. باز چیزی زیاد به تو گفتنی هستم، لیکن نمی خواهم که آن را با رنگ در روی کاغذ نویسم. من امیدوارم که بزودی تو را می بینم و چشم به چشم گپ می زنیم. سلامت باش. دوستانی اینجا بودت به تو سلام می گویند، تو نیز دوستانی آنجا را یک به یک سلام گوی.